حالا ببینید با این توپ چه کار میکنن در سمت چپ. اگه برسه نادری خودش رو به توپ میرسونه، خود نادری تو سر توپش ارسال به روی دروازه. اعلام خطا به روی آرش رضاوند. کم کم تحرک روی نیمکت استقلال. حنیف عمرانزاده بالاخره میخوان شیخ دیاباته رو به بازی بیارند. آقای گل فصل گذشته استقلالی ها برای اولین باره که فعلا میخواد در این فصل به بازی بیاد. بازی قبل مقابل فولاد هم میخواستن این کار انجام بدن، به اتفاقاتی خورد و حواشی خورد. یه 10 دقیقه هم استقلال 10 نفره بازی کرد، آخرش هم هرچی شد بالاخره دیاباته به زمین نیومد. حالا میلیچ و وریا اونجا حاضر هستند برای این ضربه آزادی که شکل گرفته برای استقلال. ببینیم ازش چطور بهره برداری خواهد کرد. داور هنوز دستور زدن ضربه رو نداده. این میتونه تبدیل به جدی ترین موقعیت استقلال بشه اگر در چارچوب باشه. ببینیم ضربه پای چپ رو میزنن و توی دروازه حساب کار 1-0 میشه. روی میلیچ یه ضربه فنی و استادانه رو طوری هم خوشحالی میکنه که انگار متولد 7/7/77 هروی میلیچ. یه گل صد شکن برای استقلالی ها. توپ رو زدند از روی دستهای صادقی. یه ضربه فنی تمام عیار و دقیق به کنج دروازه استقلال، به کنج دروازه ماشین، دور از دستهای محمد باقر صادقی. استقلال 1. حالا دیاباته قبل از ورودش باعث میشه که